اینجا اینطور من مهدیارم. رشته‌ای که تخصص خودم بوده داخل دانشگاه و اومدم که اونو انتقال بدم و به زبان ساده با شما راجع به جامعه شناسی صحبت کنم. جامعه شناسی اولا سوال اول هر کی که از ما میپرسید خب تو مثلا رتبت تو کنکور خوب شد چرا رفتی جامعه شناسی خوندی و مثلا دلیلش چی بود و اینا، جواب بهش این بودش که دوست دارم جامعه شناسی رو. ولی اون موقع من 18 سالم بود و اون موقع خودم اصلا نمیدونستم که جامعه شناسی یعنی چی، یعنی جامعه شناسی بخونم که چی بشه، یعنی خب که چی، چون اون موقع من عکاسی مستند کار میکردم و فکر میکردم که اگر جامعه شناسی بخونم میتونه تاثیر بذاره توی عکاسیم. ولی بعدتر فهمیدم که جامعه شناسی یه چیز متفاوتیه و به نظرم محتوایی وجود داشته باشه که به زبان عامه و به زبان یعنی راحت‌تر بتونه به شما انتقال بده که جامعه شناسی چیه، به کسی که نخونده به نظرم میتونه جالب باشه. توی این سری از برنامه‌ای که داریم و چیزی که من میخوام توی این مجله به شما انتقال بدم، میخوام این کتاب بخونم 10 پرسش از دیدگاه جامعه شناسی از اثر جوئل شارون. توی این سری از اپیزودا میخوام ادیتو کمتر کنم و راحت‌تر حرف بزنم، یعنی اگر من توپق میزنم یا چیزی به عنوان اولین ویدیویی که دارم میگیرم امیدوارم که شما رو ببخشید و سعی میکنم روی ارائه خودم کار کنم برای خوندن این کتاب. ولی این کتاب قرار نیست کاملا از دیدگاه خود شارون بخونیم و برنامه‌ای که هم براش دارم اینه که خودم چیزهایی که داخل دانشگاه یاد گرفتم و به شما بتونم انتقال بدم. اول کتاب من میخوام برای شما مقدمه‌شو بخونم و این 10 پرسشی که قراره تو این سری با هم کار کنیم چی است. اولین پرسشی که این کتاب شروع میکنه به جواب دادن و سعی داره که این پرسش رو برای ما باز کنه اینه که جامعه شناسان چگونه جهان را مطالعه میکنن و اصلا روشی که جامعه شناسی پیش میگیره به عنوان یک علم، اون روش چیه و چطوری ما میتونیم جامعه شناسی رو پیگیری کنیم، از جامعه شناسی استفاده کنیم برای اینکه دید نزدیکتری نسبت به پدیده‌های اجتماعی داشته باشیم. بعدتر تمام این مفاهیم من توضیح میدم، اینو داخل پرانتز بگم. دومین پرسشی که داره اینه که معنای انسان بودن چیست. برای اینکه بخوایم این پرسش جواب بدیم ما به فرهنگ میرسیم، به طبیعت میرسیم و کلا اینکه انسان چه فرقی با حیوان داره و کلا تعریف انسان بودن چیه و این تعریف خب علم‌های زیادی بهش پرداختن ولی ما می‌خوایم از دیدگاه جامعه شناسی بهش برسیم. سومین چیزی که این کتاب سعی داره بهش جواب بده اینه که چگونه جامعه به وجود میآید، یعنی اینکه ساختار جامعه چطوریه و ما چطور میتونیم یه جایی رو، یه سری از ارتباطات اجتماعی و یه کلا مثلا میگیم جامعه ایران ما به چی اشاره داریم، یا مثلا اگر میخوایم جامعه ایران، جامعه تهران، جامعه فلان منطقه تهران رو بررسی کنیم ما به چی اشاره داریم. این پرسش به اون میرسه. پرسش چهارم اینه که چرا مردم در جامعه نابرابرند. یعنی چی؟ یعنی اینکه این پرسش شاید از پرسش اولیه کودکی من بوده که اگر من پول ندارم، بابای من پول نداره، یا بابای شما پول داره، یا مثلا بابای فلانی پول داره، خب این چرا؟ یعنی آیا عدالت مثلا خدشه‌دار شده یا مثلا به من داره ظلم میشه یا چیزی. این پرسش به اون میرسه. پرسش پنجم کتاب اینه که ما چرا به آنچه انجام میدیم اعتقاد داریم. پرسش ششم اینه که آیا انسان ها آزادند؟ چون که شما اگر جامعه شناسی رو دنبال کنید و جلوتر برید میفهمید که یه سری ارتباطات اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی به ما الزام آورن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا ما رو مجبور میکنن که یه روتینی رو داشته باشیم، یه سری کارها رو همیشه انجام بدیم. یه سری مثلا شما دارید رانندگی میکنید، چراغ آبر میبینید یا مثلا چراغ قرمز میبینید، وای میسید چراغ سبز میبینید میرید و اینا. خب از شما آزادیتون چی میشه؟ من اگر دوست داشتم چراغ قرمز ببینم و چراغ سبز رد شم، خب من میخوام آزاد بشم. و حتی اینکه من چراغ سبز ببینم، چراغ قرمز ببینم و بخوام ازش رد بشم و فکر کنم چراغ سبزم، باز این پدیده اجتماعیه. یعنی من یا دارم از اون فرار میکنم یا دارم مطیع اون میشم و از اون تبعیت میکنم. هفتمین پرسشی که این کتاب میخواد بهش برسه اینه که چرا همه مردم نمیتونن مانند ما باشن. یعنی شما چرا تجربهشو داشته باشید، یه ملیت دیگه، یه فرهنگ دیگه رو نگاه میکنید و به نظرتون اون خیلی عجیبه. پرسش هشتم اینه که چرا تیره بختی در جهان وجود داره و به مسئله ظلم و چه میدونم فلان و بیسار میرسه و کلا تضادی که توی جامعه وجود داره رو برای ما باز میکنه به زبان ساده تر. و پرسش نهم اینه که آیا افراد به راستی دگرگونی ایجاد میکنن؟ یعنی شما اگر انقلاب میکنی این تاثیر افراده یا تاثیر مثلا چه میدونم خود سیستم دگرگون میشه یا چیزی؟ یعنی آیا من به عنوان یه فرد، به عنوان یه آدم توانایی اینو دارم که یه پدیده اجتماعی، ساختار اجتماعی رو تغییر بدم یا نه؟
و پرسش دهم اینه که آیا جامعه شناسی مهم است؟ یعنی خب اینا رو میخونیم خب که چی؟ یعنی تو آکادمی مثلا کلی فاند، مثلا یه بخش متفاوتی از فاند گذاشتن برای علم جامعه شناسی، علم انسان شناسی، علوم اجتماعی. خب این بهش کار ما میاد. امیدوارم که توی این خوندن این کتاب من خودم هم چیزی یاد بگیرم و بتونم با افرادی که علاقه‌مندن به این حوزه داخل یوتیوب یه ارتباطی با هم داشته باشیم، یا بعدتر داخل ایمیل یا اینستاگرام بتونیم پرسش هایی که داریم و از هم بپرسیم. و شاید خیلی از افرادی که خودشون جامعه شناسی خوندن و یا متخصصای جامعه شناسی، اساتید منن، ارشدهای منن و خیلی از زیاد حال نکنن با این محتوا، چون که یه کتاب خیلی مثلا ساده و یا یه سری پرسش نسبتا بزرگی که ساده داره بهش پرداخته میشه رو من دارم انجام میدم و شاید به مزاج خیلی خوش نیاد. ولی خب به نظر من اگر کسی دوست داره جامعه شناسی رو دنبال کنه باید یه فضایی باشه که دنبال کنه دیگه. و من همیشه تو این 4 سالی که جامعه شناسی خوندم دوست داشتم که کلاس درسی داشته باشم، حالا به خاطر تتو بوده، به خاطر هر چیزی بوده و اینا، من هیچ وقت نتونستم اونو به دست بیارم و بتونم راجع به جامعه شناسی به زبان ساده با کسایی که جامعه شناسی نمیدونن حرف بزنم. سر همین دوست دارم که اینجا رو نگه دارم و علاوه بر حرفایی که راجع به فوتبال و موزیک و اینا داریم، راجع به جامعه شناسی هم با شما صحبت کنم. و توی این مقدمه میخواستم برسم به این که ما وقتی میخوایم یعنی پدیده‌های اجتماعی چی هستن، همونطور که اول این ویدیو و کلا راجع به این توضیح این کتاب من گفتم پدیده‌های اجتماعی. شما این پرومیک کالا رو در نظر بگیرید به عنوان پدیده اجتماعی. شاید میگه این شیره. پرومیلک کاله اولین چیزی که من راجع بهش میبینم اینه که این قیمتش چه میدونم 52,000 تومانه، 45 تومانه، چقدره؟ و شیر 1 لیتری معمولی مثلا شیر بزرگ خب 20,000 تومانه. شما اگر پرومیلک استفاده میکنی برای اینکه به سلامتیت اهمیت بدی، به رژیمت اهمیت بدی و شیر عادی نمیگیری یا شیر چه میدونم از این تنظیم بازار شلوولا نمیگیری، خب داره یه چیزی راجع به شما نشون میده. اینی که شما به خاطر شیرت 50,000 تومان پول هزینه می‌کنی. نمیگم این بده یا خوبه، اصلا من دید ارزشی نسبت به این داستان ندارم، ولی شما 50,000 تومان پول میدی و خب این به عنوان یه شیء انگار یه سری چیزهای اجتماعی، یه سری ارزی، یه سری چیز رو تو راجع به رابطه ما با جامعه و راجع به جایی که ما در ساختار جامعه قرار میگیریم به ما نشون میده. حالا از این بگذاریم، میبینیم که این بسته‌بندیش فرق داره با بقیه شیرا، بسته‌بندی سافیستیکیتد تری داره نسبت به حالا مثلا شیرای چه میدونم مشمایی که میگرفتیم. میبینیم که این 40 گرم پروتئین داره و اصلا چرا شیر باید 40 گرم پروتئین داشته باشه. حالا میرسیم به این داستان که رژیم برای ما چه اهمیتی داره، چون که ما پرومیلک میگیریم تا اینکه رژیممون رو حفظ کنیم یا چیزی، ولی خب این رژیم از کجا اومده؟ یعنی چرا برای ما اهمیت داره که بدنمون فیت بمونه و یا چرا دوست داریم که سیکس پک داشته باشیم و چه چیز اجتماعی پشتش هست، چه ارزشی به ما میده اگر بدنمون فیت ترین بدن باشه و الی آخر. میتونیم بعدتر راجع به این خیلی چیزا رو بررسی کنیم. و چیزی که من میخواستم راجع به این پرومیلک به شما بگم اینه که این پرومیلک شاید یه شیئی باشه توی این زمان و این مکان، ولی این پرومیلک هر لحظه پدیدار میشه بر ما و هر لحظه پدیده اجتماعیه که به ما چیزهای راجع به جامعه نشون میده و ما با شکاف این و نزدیکتر شدن به فهم این پرومیلک، فهم این شیر، میتونیم جلوتر بریم و راجع به جامعه بیشتر بدونیم، راجع به ساختار جامعه، راجع به فرهنگ‌ها، راجع به چیزهایی که خیلی سرسری ازشون رد میشیم توی جامعه، بعدتر میبینیم که برای ما مهمن یا اینکه کنجکاوی رو در ما برمیانگیزن، میتونیم بیشتر بفهمیم. مرسی بابت این که با ما توی این اپیزود و یا بهتر بگم پیشگفتار همراهید. امیدوارم که این سری مفیدی باشه هم برای ما و هم برای آینده. مرسی.